در برنامه ما مناسبت دو کشور را با مهاجرانشان قیاس میکنیم، یکی ازبکستان و دیگری تاجیکستان. بیاد ببینیم که این دو کشور با نانآوران خودشان یعنی مهاجران مهنتی چگونه مناسبت دارند در این شب روزهایی که مهاجر بیچاره در نهایت یک عذاب دردناک است. روسیه رفته است برای کارکنی، روسیه در کرانتین است، جای کار نیست، یافتن جای کار مشکل است و هاکذا دیگر. مقامات ازبکستان به مهاجران مهنتی که به کشورهای خارجی دور می روند مبلغ ویزه کاری و قسمت از بلیط هواپیما را جبران می کند. این امتیاز به مهاجران با قرار رئیس جمهور شوکت میرزیویف درباره چاره‌های علاوه‌ای برای هوسمندگردانی شهروندان سفر کننده به خارج با راه مهاجرت مهنتی متشکل داده شده است. به مهاجرانی که در مرکزهای کسبی و زبان آموزی اشگه مرحمت، تاجیکیش به کار مرحمت می شود، در این مرکز به قید گرفته شده‌اند، دولت 490,000 سومی ازبکی برابر به $46 مبلغ بلیط را جبران میکند. $46 مبلغ بلیط را جبران میکند. با این هدف تا آخر همین سال 2021 بیش از 3.9 میلیارد سوم ازبکی جدا می شود. از این امتیاز حدود 70,000 مهاجر کاری می توانند استفاده کنند. 70,000. با در نظر داشت اینکه قیمت بلیط هواپیما در ازبکستان گران نیست، مبلغ جدا کرده دولت از 10 تا 20% قیمت بلیط را جبران میکند. و این تنها امتیازی نیست که حکومت ازبکستان برای مهاجران جدا کرده است. همین خودش هم 10-20% ارزان کردن بلیط از طرف حکومت، از طرف مقامات، این خیلی کاری کلان است. در ما باشد 100%، 200% بلیط را قیمت بکنند. با فروشگاه های بلیط هواپیما می رود، باز چند درصد دیگر با قیمت می شود. در ازبکستان باشد 10% تا 20% دولت پول بلیط را پرداخت می کند. حالا این هم بس نه. با آنهایی که از امتحانات زباندانی و کسبی در مرکزهای اشگه مرحمت یعنی مرحمت به کار با موفقیت میگذرند، خرج آموزش در مرکز در حجم 735,000 سوم ازبکی $69 برگردانیده می شود. پولشون برگردانیده به خودشون داده می شود. حجم عمومی مبلغی به این مقصد از طرف حکومت جدا شده 14.9 میلیارد سوم ازبکی را تشکیل می دهد که برای جبران خراجات به 20,000 آموزش گیرنده پیش بینی شده است. در حجت قید شده است که 9% ازبکستانی ها برای کار به کشورهای ترقی کرده می روند. 9%. برای گرفتن ویزه کاری به کشورهای اتحاد اروپا 1,200,000، کانادا 1,300,000، ایالات متحده آمریکا بیش از 2 میلیون سوم هزینه کنسولی گرفته می شود. دولت ازبکستان آماده است برای هر شهروندی که به خارج دور ویزه می گیرد 1,200,000 سوم ازبکی یا خود تقریبا $113-115 آمریکایی جبران پولی برای گرفتن ویزه پرداخت کند. دولت مهاجرانی که در اثناء فعالیت کاری اهمیت دهید، تماشابینان عزیز، مهاجرانی که در اثناء فعالیت کاری در خارج به تصادف یا بیماری وزنین گرفتار می شوند و یا جراحت می بردارند، همچنین فرزندان نابالغ آنها بی پول به ازبکستان برگردانیده می شوند. به ازبکستان بی پول برگردانیده می شوند.
تا این زمان هم امتیاز داشت، فقط تنها با آنهای دخل داشت که در وضع وخیم سلامتی قرار می گیرند. دولت همچنین خراجات کارمندان طبی را که بعد برگشتن مهاجر از او مراقبت میکنند جبران خواهد کرد. یعنی طبیبی که وقتی که مهاجر را حکومت مهاجری بیمار درمانده به شرایط وخیم دچار شده را از خارج گرفته بی پول آورد با ازبکستان، طبیبی که او را نگاهیابی میکند حق او طبیب را دولت پرداخت میکند. دیده ایستادید قرار را؟ دولت داری را دیده ایستادید؟ طبق حساب‌های گوناگون حدود 20% اهالی قابل کار ازبکستان در خارج از کشورشان کار میکنند که از 34 میلیون شمار عمومی اهالی تنها 2.5 میلیون نفر را تشکیل میدهد. ازبکستان 34 میلیون اهالی داشتگی باشد اگر مهاجران کاریش 2.5 میلیون هستند. تاجیکستان 10 میلیون اهالی دارد، 3 برابر کم از ازبکستان. تاجیکستان 2.5 میلیون مهاجر دارد. ببینید پیشنهاد امتیازهای نو به مهاجران ازبکستانی در حال است که تماشابینان عزیز مقامات تاجیکستان مهاجران خود را از آخرین راه سفری نسبتاً ارزان به خارج محروم میکنند. چخیل صدها مهاجر مهنتی که بعد خریدن بلیت پرواز از فرودگاه‌های ازبکستان به سرحد این کشور آمدند، از جانب سرحدبانان تاجیک اجازه عبور پیدا نکردند. برخی از آنها حتی از پرواز دیر ماندند و ضرری زیاد دیدند. بلیتشان سوخت، سمالیات برفت. همین چند روز اخیر رسانه‌های تاجیکستان و ازبکستان از تجمع صدها نفر در گذرگاه‌های سرحدی دو کشور گزارش می‌دهند. سبب این جمع آمدنها اجازه عبور ندادن به شهروندان تاجیکستان است که از جانب سرحدبانان تاجیک گفته می شود. دیده ایستادید؟ گبرو سرحدبانان تاجیک میگویند که این سرحدبانان ازبکستان هستند که به ما گفتند برای گذشتن شهروندان شما اجازه مخصوصی ما لازم است، لیکن یک کوری کره پول دادمی دست پیشی برگرفتمی اکاجان گفتمی تقاجان گفتمی یک کوری کره از دست همین سرحدبانان تاجیک خلاص میشوی به جنوب ازبکستان میروی. سرحدبانان ازبکستان با احترام مناسبت میکنند، میگذری میروی، یگان مشکل ندارد. درد چی باشد اکنون؟ در گزارش رادیوی آزادی هم همین گپ آمدگی است. برخی از درماندگان در سرحد گفتند که بعضی ها را با پول در عوض 1300 سومانی گذرانیده ایستادند. وقتی که یگان نفر گفته است پول نداریم، همین راه ارزان است، گفته ما میخوایم از همین رفته از سمرقند پرواز کنیم، گفتن یا 1300 سومانی میدهی یا اینکه ما تو را میگیریم به جنگ میبریم به سرحد با افغانستان. با وجود شکایت های زیاد مسافران در رسانه و شبکه های اجتماعی، مقامات تاجیک تا حال به این شکایت ها واکنش نشان ندادند. پروا ندارند. هرچند مسئله ساده نیست. سخن از رشوه‌ستانی در حجم کلان از صدها نفر در یک روز می رود. هر روز ببینید 100 نفر و 200 نفر و 1000 نفر از سرحد می گذرد. 1300 سومانی، 2000 سومانی، 2500 سومانی، 3000 سومانی داده رود. چقدر می شود؟ این حجم کلان است. مقامات تاجیکستان به لب کلوخ مالیدگی. تمام گفته چی ها؟ زماک گذراندگی.
احشان نمیبراید. عادتا وقت مسئله بزرگ شود، شکایت ها زیاد شود، به شرطی که این شکایت ها به یکی از اعضای خانواده امامعلی رحمان یا خویشان نزدیکش دخل داشتگی نباشد، مقامات واکنش میکند. اما شکایت از بالای بیزنس های اعضای عائله رئیس جمهور باشد، خویشانش باشد، خسر بچه هایش باشد، یگان کس جرأت نمی کند لب وا کند. چون که مردم صدا بلند کردند. اما چرا به مسئله رشوه‌ستانی در مرز که به آبروی بین المللی تاجیکستان و به خصوص مناسبات آن با ازبکستان بی تاثیر نخواهد بود، تا حال واکنشی دیده نشده است؟ چرا این طور است؟ به اندیشه ما تماشابینان عزیز، مسئله به حدی که مردم فکر میکنند ساده نیست و تنها رشوه‌خواری، پاره‌خوری سرحدبانان اینجا کار تمام نمی شود. پرواز مهاجران توسط فرودگاه های همسایه کشور به یکی از بیزنس های سردرآمدی عائله ضربه زده است. پروازهای نرخشان ارزان شرکت های هواپیمایی کشورهای همسایه به بیزنس سردرآمدی عائله رئیس جمهور ضربه زده است. از اینکه شمار مهاجران توسط ازبکستان سفر میکنند با صورت میافزاید، عائله رئیس جمهور ظاهراً به این نتیجه رسیده است که اگر حالا پیش راه این روند گرفته نشود، یکی از سردرآمدترین تجارت‌هایش از دست میرود. با وجود فرق بسیار کمی مسافه از روسیه، قیمت بلیط ها به تاجیکستان و از تاجیکستان آمد و برگشت از 40 تا 200% گرانتر است نسبت همسایه کشورها. این مونوپولیا به شرکت عائلوی سامان ایر امکان می‌دهد که تقریباً بدون رقابت صدها میلیون دلار درآمد گیرد. همین است که عائله رئیس جمهور نمی‌خواهد این درآمد هنگفت را از دست دهد. برای رسیدن به این سطح درآمد اکنون لازم آمد عائله رئیس جمهور به چند خیانت دست زنند. مؤسس و مالک سامان ایر میرزا مستانگولوف ترور و مالکیتش غصب کرده شد. با بهانه ساختمان راه‌آهن 186 میلیون دلار پول مردمی کمبزایت کشور به بهانه سهمیه خرید جمع آوری شد و برای خرید 2 هواپیمای نو استفاده شد. 2 شرکت دیگر خصوصی هواپیمایی محلی با استفاده از فشار سطح دولتی از میدان رانده شدند. پروازهای سردرآمد شرکت ملی هواپیمایی تاجیک ایر تدریجاً به سامان ایر داده شد. کار به جای رسید که سامان ایر همه پروازهای سردرآمد و تاجیک ایر پروازهای ضررآور را انجام داد. تاجیک ایر قصداً مفلس گردانده شد. یکی از اصولهای استفاده شده برای مفلس گردانی تاجیک ایر این بود که اگنتی علاقه هوایی متعلق به تخمینه امامعلی فروش بلیط های این شرکت را مونوپولی کرد و برای هر بلیط اول 12 بعدتر 15% کمیسه می گرفت، در حالی که هیچ شرکت در جهان به اگنتش بیش از 5% کمیسه پرداخت نمی کند. درآمد عائله در این ساحه تنها از پروازهای سامان ایر نیست.
واردات авиакеросин сӯзишворӣ барои ҳавопаймоҳо монополия оила аст дар Тоҷикистон ва бо болонархии 100% ки қимати керосинро 2 баробар бештар аз ҳамсояҳо кардааст, 10 миллиони дигар аз ин самт фоида мегирад. хиёнатҳои оилаи раис ҷумҳур танҳо дар соҳаи авиатсия ба буҷа ва мустақиман кисаи мардум миллиардҳо доллар зарар овард.